تذکیر و تدبر از سوره سوات میکشیم آیت 29. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب خیلی بزرگ کتاب است، قابل قدر است، معظم کتاب است. چطور بزرگ نباشه؟ الله میگه انزلناه، ما نازل کردیم این کتاب الیک، بسوی توی پیغمبر علیه الصلاة والسلام. چه رقم کتاب است؟ مبارکن خیر کثیر. الله در این کتاب نیافته مبارکن پر برکت است. هر کس که در خدمت این کتاب واقع میشه، رابطه خود با این کتاب بسته میکنه، از این خیر کثیر استفاده میکنه، اگر خدمت لفظش میکنه، تلاوت میکنه، میخونه، تعلیم و تعلم میکنه، عمل سرش میکنه، نشر اشاعت کتاب الله را میکنه، مبارک است، خیر کثیر میور داره. برای چی مقصد نازل شده؟ نازل شده لیدبروا، به خاطر که تفکر کنه مردم آیاتی در تمام احکام قرآن کریم، مطالب و مقاصد قرآن کریم، مسائل جدید بکشه، خب استنباط کنه، یقینش پخته شوه، بدانه که یقینا کتابی است که بحر عمیق است. هر قدر که تدبر میکنی معنا و مقصد جدا جدا را تو پیدا کده رایستی، بحر عمیق است. به این خاطر آمده که تدبر شوه. قاری صاحبای ما میگن نه، به این خاطر آمده که در ماه مبارک رمضان در ختمای 3 شوه، 1 شوه و 5 شوه بربرک خوانده شوه، نه اول معلوم باشه نه ما بین نه آخر، خو یک کلمه قاف خوب بفهمه حقا میگه نمیگه. در مو وقت را تکان میخوری بیدار میشی، تکان میخوری بیدار میشی. برای تدبر آمده، حق میگی خلاص. یکی ولیتذکر، نصیحت بگیره، بفهمه طریق زندگی خدا، بفهمه طریق نجات خدا، بفهمه مطلب آمدنش یا مقصد آمدنش در دنیا، بفهمه که مسیرم کدام طرف است، آخری انجامم در کدام طرف آمده. از این قرآن یاد بگیره. ای گپا کدام مردم هستن؟ این مردم اولو الالباب، کسی که عقل و بصیرت داره، مفکوره داره، او مردم از این قرآن استفاده بکنه. چه نکته جالب است، کتابی مبارک است. هر کس که به این کتاب تعلق بگیره الله برکت نصیب میکنه. به جان خود ما تجربه کرده، به جان خود دور نمیرم که الله تبارک و تعالی به توسط همین تعلقی ما با قرآن، هر کس که امرای ما محبت میکنه برای کی چی میکنه؟ بچه کاکایش هستم یا بچه مامایش؟ بگوی قطعی کسی کمک کردیم؟ یا چند رپا دادیم؟ در کدام کار قطعتان معاونت و کمک کردیم؟ اگر محبت قطع ما میکنی برای چی میکنی؟ راستانه بگوی به خاطر قرآن. از امو خاطر در یک شعبه، نه در یک شعبه، در خدمت قرآن واقع شوی. پوشتری چیستا اشتهاری ترجمه قرآن که در دیوال نصب میکنه، تعلقیتان با کیست؟ الله برکت براتان میده. چی جای ازی که بیایی بگیری در این فکر و تصور هستی، آلی با پودری پولی تا نمیدی که میره کمی بدی خوش میشه، چی برات میگه؟ الله ترا کامیاب کنه. او خو نماز نخوانده، او خو الله را نمیشناسه، او که الله را میشناسه پودر چه میزد. بازو کسی که دزد است، او کسی که شراب خورده، بری از او چیز میدی؟ نه، فکر کردی که اینی پول ما باید مصرف شود. در کی؟ در رمضان مبارک. در چی چیز مصرف شود؟ در مدرسه را سرپرستش بیاره، عقیدهش جور کنه که آینده هر قدر افراد و شاگردایی که از او تخرج حاصل میکنه کلش موحد و عقیدهش جور باشه. 10 نفر محتممای مدرسه را میشناسه؟ نمیشناسه. محتممای مدرسه مادرای خانه است، خانه مدرسه است، اولادای شاگردایش است. یک مادر عقیدهش اینجا جور کو، کل خانواده انشاءالله عقیده جور داره. او تر مادر پیدا میشه که با بچهش درس میده، چی برش میگه؟ بچم شیری خدا نمی بخشم بری تو که از خدمت قرآن دور شوی، شیری خدا نمی بخشم که تو اسلام پایمال شود جهاد نکنی. تربیت امی طور اشخاص کی میکنه؟ مادری که با قرآن زندگی کرده میکنه. اگر او بچه اولادی از او هر کاری خیر میکنه، با واسطه کی شد؟ با واسطه تو شد که مادر عقیده داده بودی. اگر او نسل به نسل مردم متدین میشه، در کل اعمال نیکش تو شریک هستی.
در کل اعمال نیکش. حالی فامیدی موتر گرفتن او کرا دادن موتر ها که مبارک است. با قرآن تعلقه گرفتی با سلسله ثوابت با هیچ وجه قطع نمیشه، با هیچ وجه. اینجا مصرف کو پولیته، مرکز آباد بکو. الا ما یک هفته در جمعه گفتم که برادرای مسلمان ما کمپاین بکنیم برای مدیرا و برای چی میگه وکیلا و وزیرا کمپاین میکنه. با کتاب الله کمپاین کنه، مردم آگاه کنه. در همسایه را تک تک بزنی. خبر داری همسایه جان اگر همونجا کسی بیا که توزیع میکنه یک پیپ روغن، اول میدوی طرفی دروازه همسایه تک 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 خیرت است، حالا زود بکن. اونجا توزیع میشه یک پیپ روغن، اینجا توزیع میشه علم، اینجا توزیع میشه خیر و برکت. دروازه همسایه تا زدی تک تک کردی راستی تا بگو نه، بعد تک تک او را دعوت بدی که همسایه جان بیا که بریم که بهترین موقع است. مبارک کن. تعلقه و رابطه تا به این کتاب پیدا کو، برکت برات حاصل است قطعا. کسی که این را ترجمه میکنه، تفسیر میکنه، تعلیم میکنه، خدمت میکنه، مدرسه قرآن آباد میکنه، کسی که دایی تلاش است که آینده من دعوتگری قرآن باشم، الله نصیبی ما بکنه کلی این شعبه ها را. خب اصلی غرض قرآن تدبر در آیات قرآن بود، در اینجا ذکر شد. دیگه برای چی آمده بود؟ تذکره و ذکرها. سوره قاف آیه 37 در سپاره 20 هست ششم. این فی ذلک لذکرا، یقینا چیزایی که یاد کرده میشه در کتاب الله در آیاتای سابق. لذکرا جای چیسته؟ لذکرا جای سنجش است، یادآوری و چیست؟ یادآوری است. لمن کان له، برای کسی که هست برای ازو قلب مفکوره، کسی که یقینا مفکوره داره، قلب داره یعنی محل تفکر و تدبر داره. او القى السمع، یا است که اگر خود مفکوره نداره لیکن گوشی خود مانده به ای که صدای قرآن بشنوه. و هو شهید، در حالی که خب متوجه به قلب خود حاضر است. نامده که در ترجمه قرآن ششته گاهی او طرف کلم میزنه، گاهی او طرف خو نمیره، خب متوجه است و دل و جان میشنوه. قرآن در اینجا میگه قرآن کتابی چی شد؟ ذکرا. ذکرا یادآوری نمیگه، یادآوری است برای تو یادداشت میده از داستانهای سابقه، از حالات سابقه تا تو هوشیار بیدار شوی. چرا؟ داستان انبیا را بشنوی که انبیا دعوتگر بودن، تکلیفا را کشیدن. کسی که نجات یافته که کتاب الله را عمل کرده، دعوت به سوی کتاب الله کرده، از او خاطر اینمی مردم ها فایده میگیره. دو قسم مردم ها الله گفت که فایده میده. یکی که خود در صدد عزیز تفکر و تعامل میکنه، جستجو میکنه. دوم نفری است که وقت زیاد نداره که تعامل و تفکر بکنه، بلکه گوش میمانه ترجمه قرآن کریم خود خیلی با چی؟ با قلب حاضر. این مردم یقینا از این تجربه را حاصل میکنه. نصیحت بزرگ است برای چیست؟ یادآوری است برای امی. هدف قرآن این همیسته. دیگه بیان کردن آن چیزی که در روی اختلاف است، که یکی توحید یکی میعاد است. سوره نحل آیت 44 میکشیم، سپاره 14 پیدا کردی انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از آیت 43 میخوانیم. و ما ارسلنا، روان نکردیم ما من قبل که پیش از توی پیغمبر علیه السلام، الا رجالا، مگر اشخاصی را نوحی الیهم که ما وحی کردیم بسویشان. یعنی مردمان عادی نیستن. الله میگه سخنایی که وا میگه از طرف ما بالایشان وحی شده. پس وقتی که وحی شده و میدانه که حق کدام است باطل کدام است، فاسالوا اهل الذکر، کدام حادثه، کدام مثال، کدام موضوع که براتان پیدا میشه، کجا مراجعه کنیم در مسائل دین؟ کجا مراجعه کنیم؟ قرآن برای ما میگه فاسالوا اهل الذکر، سوال کنی از اهل علم. اینجا مراد از ذکر قرآن کریم است. از اهل قرآن سوال کنی. این کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانی. روان نکردیم پیش از تو مگر چی را؟ رجال، اشخاصه. با چی چیز روان کردیم؟ بالبینات و الزبور، به معجزات، و الزبور، به دادن کتابا. امو تو رادی نامده، الله معجزه را برشان داده که تایید نبوتشان شوه، کتاب برشان داده که او قانون شوه برای هدایت مردم. از او خاطر هدایت مردم توسط کتابی که په امر پیغمبر آمده می شوه.
خو میگه در وقت مشکل رجوع به عالمتان بکنه، یعنی که مشکل مسئله دینی براتان پیدا میشه. اهل ذکر اهل قرآن میگه. اگرچه در اینجا واقعه خاص است از اهل کتاب که علما داره بره سوال بکنه که دعوت پیغمبر حق است یا ناحق است، لیکن معنا و مفهومش عام است. در هر حادثه که مسئله دین بر ما پیدا میشه رجوع به کی میکنیم؟ اهل قرآن. ما از علما کی سوال میکنیم یک مسئله رازی خواست در گپش قبول داریم که از چی بر ما بیان میکنه؟ از قرآن و حدیث بیان میکنه. اگر بفهمیم که از قرآن و حدیث بیان نمیکنه میپذیری یا نمیپذیری؟ از او خاطر آیت رد بالای تقلید است. یک شخص خشک‌وترش قبول کردن در دین وجود نداره دلیل بالایش قطعا، بلکه هر عالم گپش در هر منطقه که هستی سوال بکو، خو گپش اگه موافق قرآن و حدیث بود قبول میکنی به خاطر که دلیل داره. تو تابعداری شخص نکردی، تابعداری کیه کردی؟ دلیل کردی. اگر نه که سبا معلوم شد دیگه، سبا معلوم شد 10 سال بعد 100 سال بعد معلوم شد که گپش چی بوده؟ خطا بوده، حال دیگه او گپ نمیگیری. وانزلنا الیک الذکر روان کردیم برای توی پیغمبر علیه السلام الذکر یعنی قرآن کریم. چرا روان کردیم؟ لتبین للناس که تو واضح بسازی پیغمبر علیه السلام برای مردم ما تمام و مسائل و هدایاتی را نزل الیهم که نازل کرده شده بالای اینمی مردم، بسوی اینمی مردم تمام هدایت تو بیان کنی. پس تعلیم قرآن کی میده؟ پیغمبر علیه السلام. ولعلهم یتفکرون، یک طرف تعلیم تو باشد دیگه طرف یام تفکر بکنه، قرآن همو طور نمانه اکتفا نکنه، بلکه یام از فکر خود کار بگیره و خوب سنجش بکنه که قرآن چی مطالب و هدایاتی داره. هر نوع فایده را از قرآن بگیره. دکتر در شق دکتری، ماموری زراعت در شق زراعت، انجینر در انجینری، ملا در ملایی، ساینسدان در ساینسدانی خود. قرآن کتاب جامع تمام علوم است و هر کس راهنمایی میکنه. از او خاطر شیخ طنطاوی رحمت الله علیه جواهر القرآن که ببینی الله اکبر در بخش جغرافیا رفته بروی مسائل ارضی را چیزی را بیان میکنه که عجیب کلش از آیات های قرآن کریم. ساینسدانا وقتی که در قرآن مراجعه میکنه فقط مطابق هدایت قرآن کار میکنه. امروز سیارهشان بالا میرود. توسط چی بالا میروی سیارهشان؟ زمین خو مغناطیس داره، قوه جاذبه داره. قرآن کریم گفته بود لا تنفذون الا بسلطان. خوب قوت کی باشه اینطور قوت پیدا کو که قوه جاذبه را بکفانه، بترقانه، چیرک کنه، بالا بره. از همون خاطر کورای کیمیاوی را چی میکنه؟ بگه در میده، باز بعد از سیاره خود چی میکنه؟ توسط راکت فیر میکنه، بالا میره. از کجا گرفته؟ زمانی که یا سیاحت میکنه میره در عطارد چکر میزنه. از کجا فهمیدن که وسایل اکسیژن از دنیا بگیرم؟ قرآن گفته که انه یصعد فی السما. دلی کسی که قید میشه به مثل کسی که طرف آسمان بالا میشه. چرا؟ اکسیژن کم شده میره. اگر تو در اون سیاره میری بعد اسباب و وسایل کی را داشته باشی؟ ولکم فی الارض چیست؟ مستقر. اسباب و وسایل زمین در زمین بری تو مایاس دیگه جای نیست. تو باید وسایل زمین. از کجا گرفته بود؟ از آیات قرآن. دکترها را که ببینی مراحل آیات تحقیق کردن یک مرحله از پیشتان مانده بود. این مرحله چی را بگه؟ علقه را که خونی بسته میشه. جنین یک مرحله چی است؟ خونی بسته. ایره نه. بعد از همون دکتری که کلی مراحل جنین تحقیق کرده بود، زمانی که متوجه قرآن شده بود که قرآن مراحل بالا گرفته از کده، یک دم او آدم مسلمان شد. گفت من بعد از تحقیقات قدر وسایل من مراتب شناختم او قرآن پیش از من 1400 سالی این موضوع را بدون وسایل بیان کرده. یقینا که کلامی چی است؟ حق است. قرآن کتاب هر چیز است که بر ما بیان میکنه. خو از تفکر کار بگیرید. از او خاطر بزرگترین کتابی که ما را دعوت به ساینس میده، به تفکر میده، به علم میده، کدام کتابه؟ قرآن است. آیت 64 هم میخوانیم به خاطر که چیسته براتان واضح شود که ما به الاختلاف کدام است. و ما انزلنا، ما روان نکردیم علیک الکتاب بالای تو پیغمبر علیه السلام قرآن کریم الا مگر روان کردیم لتبین لهم که تو واضح بسازی برای نمی مردما الذی امو مضامین امو مطلب اختلافو فیه که وای اختلاف کردند او مطلب
یکی توحید الله بود، دوم مسئله میعاد بود. و هودن روان کردیم که برنامه هدایت شود برای توحیدشان، برای بیان مسائل آخرتشان. و رحمتن روان کردم که ذریعه رحمت شود زمانی که یا تطبیق میکنه عملا الله ایره ذریعه رحمت میکنه. لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان میاره. اینا کدام قومی که عقیده داره قرآن کریم برای اینمی آمده که اختلافات از بین ببره، یک تا پرستی الله را به مردم بیان کنه. اختلافی که کسی منکر از قیامت است قرآن تفصیلا بر ما بیان کنه، بر ما بیانم کرد. اینی بود اغراض یا فلسفه چی نزول قرآن کریم که الله تبارک و تعالی قرآن نازل کرده به این غرض و مقصد بود که مردم ما چی اهدافی داره. شما خودتان قضاوت کنید که حق قرآن پورا کردیم یا نکردیم. هدى للمتقین، برنامه هدایت برای متقین بود. اونجا خب پیش دمی سوره بقره گفتیم که هدى للناس، این برنامه هدایت برای کلی بشریت است. اینجا چرا للمتقین میگه؟ درس بزرگ برای ما داده میشه هر چیز با فعالیت فاعل، یعنی با تاثیری که همو کسی کدام کار میکنه ضرور قطشی هم است که همو جایی که کار واقع میشه او هم قابلیت و استعداد داشته باشه. اگر قابلیت و استعداد نداشته باشه اثر فاعل از کجا کار بکنه؟ تبر بریدن میکنه، تبر اره بگوه اره میکنه، چوبه میخوره نمیخوره؟ خب همون چیزه که قابلیت اره کردن نداشته باشه اگر اره را در سنگ پرت سنگ اره میشه؟ ولی اره خود دندانایش خیلی تیز است، خود تو در سنگ پرت افتی. امرای فعل فاعل باید چی باشه؟ قابلیت مفعول هم باید باشه که مفعول قابلیت زیرا داشته باشه. قرآن مکمل هدایت است، خلی که نفذی کی گرفته میتونه؟ یک کسی که قابلیت همی هدایت داشته باشه. او قابلیت هدایت اول نمبر مرحلهش چی بود؟ دیروز گفته بودم انابت بود. چی بود؟ انابت دیر میگه که تعصب نمیکنی، خود محتاج میدانی که یقینا من دنبال یک امر میگردم که او را پیدا بکنم. سلمان فارس جور میشی رضی الله عنه، از ایران حرکت میکنی در مدینه منوره، بگوی خدا میرسانی، اونو را به نام انابت یاد میکنه که خدا محتاج فکر کنی که ما ضرورت به قرآن چی دارم؟ کریم دارم. اول مرحله نمیسته. پس کسی از قرآن بهره گیری میکنه که او چی داشته باشه؟ انابت و قابلیت داشته باشه. قرآن برنامه هدایت است، یعنی فایده میگیره للمتقین، برای کسانی که متقین است. باز سوال وارد میشه چون که فایده بزرگ متقین میگیره، از خاطر میگه برنامه هدایت برای متقین است. برنامه هدایت برای متقین است یعنی فایده را یا زیاد میگیره. افتوخو خیلی روشنی داره، لیکن یک آدم میره در تاکه و تمام روز بیرون نمیبرایه. آلی کدام اعتراض میتونیم که افتو چرا؟ بگویم که افتو حرارت و فایدهش خاص است برای کی؟ کسی که در بیرون بوده در تاکه. بله برای آدم تاکه هم امی حرارت میداد، خب به شرطی که او در بیرون میبرامد. خوبی در بیرون نبرامده. چی در صبرتان میده برادر و خواهرها؟ بله از مزایا و مطالب و مقاصد قرآن آگاه شده نمیتونیم، از ثمرات و برکتایش ما بهره برداری کرده نمیتونیم تا وقتی که ما طلبی چی پیدا نشود؟ طلب قرآن. صبحی تصمیم گرفتی که ما خواب خدا میمانم، غز و پوزی مادر و پدر هم میمانم، آماده میکنم خدا در درس قرآن کریم فایده میگیری. دوم اعتراض هدى للمتقین، کسایی که تقوا تر حاصل کرده دیگه چی ضرورت داره که قرآن واره متقی بسازه؟ جواب هدى للمتقین، اینجا مراد از متقین کسایی هستند که آل تا آلی را تقوا برشان حاصل نیست، بلکه در صدد اصولی چی هستند؟ تقوا. هدى للمتقین برنامه هدایت است برای کسانی که در صدد تقوا هستند. چی درس براتان میده؟ معلوم شد که راه رسیدن به تقوا کیست؟ بگوی قرآن است. راه رسیدن به تقوا چیست؟ قرآن است. او تقوا یک جز، یک موقوف علیه ولایت است. کسی که تقوا نداشته باشه ولی شده میتونه؟ خیر چطوری مردم در خانقه ها که نه ترجمه قرآن خوانده او نه میشه، اولیام جور میشه، پایایش بوسه میشه، یس کجا جور میشه؟ قرآن خو میگه که ذریعه تقوا کتاب الله تبارک و تعالی است. خیرو از کجا پیدا میکنه؟ دو
هدى للمتقین، تقوا مراتب بیشتر داره. کسی که تقوای کامله و تقوایی که مراتبش است میخواه که در دنیا استقامت اختیار کنه، راه راست بشناسه، هیچ نوع کجی و انحراف سرش تاثیر نکنه، اگرچه در بین خواهشات زیاد، در بین تبلیغات زیاد، در بین شبهات زیاد زندگی میکنه. کسی که میخواه که از هر گپ مسئول شوم، نجات پیدا بکنم، کدام کتاب لازم بگیره؟ هدایت کنندش کیست؟ کتاب الله. زمان ما مسئول میشیم، تضمین میشه زندگی ما از انحراف که با قرآن زندگی کنیم، الله ما را دور نکنه. یقینا همونطور است. هدی للمتقین، تقوا چی را میگه؟ تقوا یک انگیزه و قوت درونی که در وجودت است، او انگیزه و قوت تو را نمیگذاره که کاری غلط انجام بدی. امیر به نام چیات میکنه؟ تقوا. باعث بالای توست که اینی کار بکو، اینی کاری خوب بکو، اینی کاری خراب نکو. امی قوت از کجا حاصل کرده میتونیم؟ از قرآن. قرآن که بخوانیم اینی انگیزه بر ما ثابت میشه. این را به نام تقوا یاد میکنه. این مراتب برای خود داره، بله، درجات متنوع داره. یکی کامل تقواست، یکی در درجه وسط است، یکی ادناست. ادنا تقوا این نمیسته که انسان خود از کفر و شرک چی میکنه؟ نگاه میکنم، لیکن در حرام و در این گپا مبتلاستی. دوم درجه تقوا ایسته که تو امرای کفر و شرک از محرمات، چیزایی که محرم است، از اون خدا نگاه میکنیم. خب لیکن سوم مرتبه تقوا که آن چیزی که شبهه و ریب داره امور هم چی کرده ای؟ ترک کرده ای. یعنی کفر و شرک خو قطعا نیست، حرام خوردن خو قطعا نیست، خب لیکن بگوی شبهات و چیزای شکی را هم انجام نمیدی، اینی را متقین میگه. پس معلوم شد که برنامه قرآن کریم برنامه هدایت برای او کسانی است که در صدد تقواست و اینطور قوت پیدا میکنه و یا مکمل از شبهات و شکوک مکمل خود نگاه میکنه. قرآن برنامه همون مردم است. الذين يؤمنون، عالی معنای اصطلاحی متقین یا صفات از یارا بر ما بیان میکنه. دو قسم صفات است، یکی صفات عمومی است برای عام، یکی صفات خصوصی برای خاص است. اهل کتاب کدام صفاتایی که برشان مناسب است او را بر ما بیان میکنه در پشت سر، و این صفات خیلی صفاتای عمومی است. میگه الذين، او کسانی که یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب داره. غیب وحی را میگه دیگه. معنی اینطور میشه متقین کسانی است که ایمان داره به وحی، آن چیزی را که الله روان کرده مکمل میپذیره، به دل و جان تصدیق میکنه، باور میکنه که درجه کامل است او گپش درست است. از او خاطر چیزی که از طرف الله نازل شده ای را متقی گفته میتونیم، به خاطر که ما نزله از جانب الله را مکمل باور داره. یا اینجا مراد از غیب هر آن چیزی که نه توسط عقل نه توسط حواس هیچ راه برای حصولش نباشه، از تو پنهان باشه، اونو را به نام غیب یاد میکنه. دیگه آن چیزی که غیب است ما به عقل خود درک کردن نمیتونیم، به حواس خود درک کردن نمیتونیم. کدام است؟ الله غیب است، ملائک غیب است، جنت و دوزخ بگوی غیب است، عذاب قبر غیب است، سوال و جواب غیب است، پل صراط غیب است. نه، ما نه تنها که به چیزایی که در دنیاست باور داریم، بلکه به یک جهان دیگه هم باور داریم. اولین فرق در بین مسلمان و کافر دینمی گپ میشه که کافر به غیب ایمان نداره، مسلمان به غیب چطوری؟ ما تمام فکر و ذکر کافر در چار دیواری دنیاست، آن چیزی که بچه‌ش مشاهده میکنه. اما مومن نظر وسیع و دید وسیع داره. برای کافر میگه که مادیات دنیا را که دنیای مادی است و بچه‌ش میخوره، بلکه یک جهان دیگه است. ما علم خیلی وسیع پیدا میکنیم. الله باز در آینده برای ما نشان میده، تو نگو که تنهاست. از همون خاطر ما عقیده به این داریم که جهان دیگه آمده نیست. باز عقیده و جهان دیگه چه تغییرات انقلاباتی در زندگی داره و بالاخره هم یقینون در اونجا برای ما بیان میشه. اولین شرط برای مؤمن کامل شدن چیست؟ بگوی ایمان به غیب است. خب یک معنی دیگه، یعنی در حالت غیبوبت ایمان بیاره، نه در حالت حضور. منافق قاره نباشیم که اگر کسی موجود بود میگین مؤمن هستیم، که کس نباشه باز ایمان میمان پیش ما اعتبار ندارم، نه اوتوری باید نباشه. این دیگه معنای غیب است. پس اینجا برای ما واضح شد
کی سرحد شد در بین کافر و مؤمن. مؤمن به آن چیزی که تعالی را ندیده خب پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زبان مبارک بیان کرده، ما تصدیق داریم چون نبوتش ثابت است و پیغمبر که چیزی گفته ما به او التزام میکنیم. پیغمبر به ما گفته که الله مثال نداره، پیغمبر به ما گفته که الله دارنده صفات است، ما عقیده را میکنیم. در مورد ملک کی کدام عقیده را برای ما بیان کرده، مذکر مؤنث نیستند، خوردن نوشیدن نداره، از نور آفریده شده، همیشه در تسبیح و تهلیل الله تبارک و تعالی است، اونم قسم ایمان داریم. همچنان پل صراط، جنت و دوزخ، این چیزا است که عقل درک کردن نمیتونه، لیکن تو باید عقیده داشته باشی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الله. مؤسسه